نرگس هورخش همکار ما از استانبول برای ارائه جزئیات بیشتر وصل است. نرگس. بله بهرام، این نشست را حزب شهروندان افغانستان از هفته‌ها به این سو برنامه ریزی کرده بود تا در 11 سپتامبر امروز دوشنبه برگزار کند تحت عنوان نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان. نشستی که بخش بزرگی از چهره‌های سیاسی افغانستان به شمول سران دولت پیشین در افغانستان حضور داشتند، به شمول مارشال دوستم که در حال حاضر در ترکیه به سر میبره، همینطور آقای محقق و دیگر افرادی مثل محمد یونس قانونی و آقای ربانی، عطا محمد نور از چهره‌های مهم سیاسی بودند که قرار بود در این نشست مهم در استانبول شرکت کنند. اما با وجود تلاش‌های زیادی که برای برگزاری نشست انجام شده بود، دولت ترکیه و وزارت خارجه این کشور در دقایق آخر برگزاری این نشست با آنها این پیام را داده که اجازه برگزاری این نشست را با حضور چهره‌های سیاسی پیشین دولت افغانستان نخواهند داشت و موضوع و دلیلی هم که مطرح شده این است که این نشست مسائل امنیتی در خودش داشته و همینطور برخی از موارد سیاسی هم در لغو این نشست دخیل بودند که دولت ترکیه از برگزاری این نشست جلوگیری کرده. در هر صورت خود نشست با بدون حضور این چهره‌های سیاسی در استانبول امروز قرار است برگزار شود، اما آنچه که مهم بود این که چهره‌های سیاسی افغانستان در چنین روزی کنار هم بیایند و در مورد آینده افغانستان به بحث و رایزنی بپردازند. ما می‌دانیم که دولت ترکیه هم با چهره‌های سیاسی و سران سیاسی دولت پیشین افغانستان روابط خودش را داره و در ترکیه بخش بزرگی از این چهره‌های سیاسی در حال حاضر زندگی میکنن و در سوی دیگر روابطش با گروه طالبان را هم نگه داشته. ما میدانیم که در کنسولگری افغانستان چندین نماینده از طالبان حضور دارد، در سفارت افغانستان در آنکارا هم نماینده از طالبان حضور دارد و در هفته‌های گذشته دیدیم که مولا برادر هم به ترکیه سفر کرد و خود اینها نشان میده و به باور برخی ها این نزدیکی روابط با طالبان مسئله هست که برگزاری چنین نشست‌های را یا فعالیت علنی چهره‌های سیاسی در استانبول را به شدت کم کرده و شاید یکی از دلایلی هم که این نشست لغو شده همین مسئله باشه. اما در حال حاضر چیزی که عنوان شده دلایل امنیتی و سیاسی هست که مانع برگزاری نشست شد. هورخش همکار ما از استانبول، سپاسگزار حضور در برنامه.